دادستانی ولایت ختلان ادعای یک پدری را تحقیق دارد که میگوید مقامات انتظامی با فشار و حتی لطکوب به او امر دادند که پسرش را برای فرستادن به ارتش از روسیه آورده به کمیسریت حربی حاضر کند. حادثه اول همین ماه در ناحیه مومن‌آباد رخ داد و این حادثه هم که نخستین نیست. دهها والدین در گوشه و کنار تاجیکستان 3 سال باز شکایت میکنند که برای نرفتن پسرشان به ارتش زیر فشار قرار دارند. حالا بحث در برنامه گپ آزاد درباره قضیه خاص نیست، بلکه آن است که تا کجا پدر و مادر و یا والدان جوابگوی رفتار و عمل فرزند بالغ خود هستند. یا اگر فرزند نفری در روسیه یا اروپا دست به عملی زد، در داخل پدر و مادر و یا دیگر از اعضای خانواده را دستگیر میکنند و مجازات میکنند. مهمانان ما در برنامه آینه با نظر و حقوقدان و مدیر سازمان اجتماعی پرسپکتیو پلوس از تاجیکستان و وایسیدین آدینایف حامی حقوق انسان در اروپا. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و سلام بینندگان گرامی، تشکر برای همراهیتان. تشکر و در ابتدا شروع میکنیم از معلمه گرامی آینه با نظر و پدر یا خود والدان تا کجا جوابگوی عمل فرزند بالغ خود بوده میتوانند. فرزند همین ساکن ناحیه مومن‌آباد که پیشتر گفتیم با مهاجرت کاری به روسیه برای کمک رفته است، ولی مقامات برای برگرداندن آن از گریبان پدر گرفتند. این رفتار تا کجا جوابگوی قانون‌های تاجیکستان میباشد؟ مرحمت. اساساً در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان یعنی کشورمان اونجا نوشته شده است اینچنین یک چند کنونسی‌های بین‌الخلقی است که در تاجیکستان آنها را تصویب کرده است پارلمان تاجیکستان. هیچ نفر برای مثلا پدر مادر خش تبار برای فرزندان برای برادران جوابگر نیستند. اگر آنها بلاغت رسیده باشند به بلاغت، این جوابگویی این خاراکتری شخصی دارد. یگان نفر حقوق ندارد که شخص سیوم را فشار بیارد یا لطکوب کند یا که مجبور کند، چون که قانون‌های تاجیکستان این را گفته است. بنابراین هم این رفتاری که با بعضی ها امروز به وجود آمده ایستاده است، ما از واسطه‌های اخبار میخوانیم، از اینترنت میخوانم، این خودش جنایت است. آنهایی که این کار را میکنن یعنی که جنایت گفتن ممکن که آنها جنایت میکنند و موافق قانون باید حتما به جوابگری کشیده شوند. درست است که شما میگید که باید موافق قانون به جوابگری کشیده شود، ولی در کجا کی در تاجیکستان در چنین حالت‌ها همین چیز عملی شده است؟ شما میتونید مثال بیارید؟ وقتی که ما درباره شکنجه گپ میزنیم چند مثال هست که بعضی ها را برای چنین رفتارها گناهکار هم کردند. قرارهای سودی هم بود. مثلا دفتر آزادی شهروندی که رهبری وی دلربا سمدوه هست چندین همین خیلی فاکتور را آشکار کرد، ادوکات ها را تامین کرد و بعضی از همون نفرها جزا هم گرفتند. اما این بسیار کم است، چون که یعنی که اونه که این کار را میکند نه تنها او گناهکار است، اساسا گناهکاری اساسی اونهایی هستند که سردار هستند، یعنی که در همون کمیسریت های حربی سردار هستند. بنابراین هم باید جزا پیش از همه خودی سردارها گیرند. مثلا چگونه جزا؟ بسیار وقت هر سال آنها عنوان میگیرند و آنها مکافات پولی داده می شود، وظیفه‌های نو داده می شود. اگر در همون کمیسریت های حربی که همین واقعه روی داده باشد، باید با آنها را از این امتیازها محروم کنند. یعنی که هستند، مثال ها هستند. تشکر. و شکایت ها از فشار به والدین برای آوردن فرزندشان از روسیه از ناحیه‌های گوناگون به ما میرسد. مثلا از ناحیه سپیدامین یا مسچو و یا از اصفر زیاد مراجعه میکنن و میگن پدرشون را به بازداشتگاه برده ساعت‌ها نگه میدارن. حالا میخواستم این سوال به محترم وایسیدین آدینایف بدم که نظر شما چی است؟ ببینید، ما تقریبا 5-6 سال میشود در همه اروپا و بعضا گزارش‌ها بگیم دست میزنیم، یعنی از همون آماری که از تاجیکستان هست در دستمون هست و اون آمار را ما آماده میکنیم، یعنی وضع حقوق انسان در کشور
نه تنها بنده بلکه دیگر فعالان کشور در غرب این کار از طرف تاجیکستان میکنند تا که همون غرب هم چه اروپا چه امریکا دیگر کشورهای دنیا را همون آماری که ما در کشور متاسفانه و جنایت ها که میشنویم از داخل کشور این طرف دنیا را هم یعنی طرف بین المللی را حتما به نظر گیرم. یک چیز مقایسه کردم که در یگان دولت یا اینکه از گزارش‌های یگان فعالان دیگر کشورها من نمیشنیدم که یک چنین حادثه‌هایی که ما قصه می‌کردیم یا اینکه ما گزارش می‌دادیم از جانب دیگر ما نشنیدیم راستی، چه از ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان همسایه کشورها که آنها را مخالفین کم ندارن، آنها را حقوق شناسانی کم ندارن و آنها را هم آمارای آماده میکردن و بله در آنجا نیز حقوق شکنی های گوناگون دیده می شود. ولی متاسفانه یک چیز درک کردم که همین تاجیکستان واقعا هم یک آسته به یک کشورهای خیلی بد تبدیل یافته است در مسئله حقوق انسان. محترم اودینایف، یعنی رفتار مقامات چرا نشان میدهد مرحمت؟ رفتار مقامات به نظر شخصی بنده تقریبا این 30 چند سالی که هست به حقوقی، به قانونی، به باز هم به یگان مسئولین نشان، یعنی یک چیزی را نشان میدهد که ما کسی چیز نه قانون هست نه رئیسان قرار دارند در جای در کاریشان و حتی ما چند نواری را دیدیم که از داخل کشور حتی به خانم‌ها، دخترها، همان کسانی که باید حفظ کنند حقوق آنها را یعنی ملیسه ها امروز حتی به دختران در کوچه ها حمله میکنند، دغل رفتاری میکنند و ایرا خودی همون دخترها یا اینکه خودی مردم باز هم در رسانه‌های گوناگون پخش میکنند. تشکر. حالا به این مسئله برمیگردیم. ببینید هر سال با شروع فصل دعوت به ارتش چنین حالت تکرار می شود. چرا با گذشت سالها این مسئله حل خود را نمی‌یابد؟ در اینجا مسئولیت بیشتر بر دوش مقامات است یا والدان؟ آیین حال با نظر و مرحمت. یک وقتای آخر چند ترمین های نو به وجود آمدگی است. سرباز شکار، ابله‌وه. این چیز هر روز ما این چیز رو میشنویم. اگر شما هم دیده باشید در یکی از ناحیه ها در وقت امتحان بچه ها کمیسریت حربی رفت، بچه ها خود را از دوم اتش پرتافتند، حتی تیار بودند که اینوالید شوند و نکه به ارمیه نروند. این چند روز در فیسبوک همین چیز رو نشان دادن. من انیق میدونم که این انیق هست. این از چی دلالت میتید؟ یکم این که بدبختانه یگان اصلاحات در وزارت مدافعه اصلاحات جدی گذرانیده نشد. این یک. دوم وقتی که اصلاحات یعنی که سود مستقل نیست، پارلمان قانونایی که قبول میکند نظارت نمیکند، همین در یک جایگی به آن آورده میرساند که بعضی شخصیت ها، بعضی راهبرای ساختارها اونها میدونن که یگان مسئولیت حس نمیکنن، اونها را جوابگر نمیکنن، بنابر این همین حادثه ها تکرار می شود. اگر اونها حس کنند که مثلا اونها را به جوابگری میکشند، بغیر از اونایی که مثلا یک نفر این کارو کرد از کارگرش، اگر سردارم جزا گیرد به این چیز خاتمه داده می شود. یعنی که اصلاحات نیست. این دوم. سوم که سالهای پیشتر همه تشکیلات های غیر دولتی وقتی که یک قانون را قبول میکردن دعوت کرده میشدن، فکرهای گوناگون پیشنهاد میشد. مثلا چند سال پیش همین گونه فکرها بود که یک خدمت الटरनेटिव्ی شود. قانون آخرانی که قبول کردن یگان تشکیلات غیر دولتی را دعوت نکردن، خود مصلحت کردن و همین کارا کردن. یعنی که مستقل نبودن حکومت سودی یکم، دوم به مسئولیت خود رهبریت ساختارهای دولتی، کار نکردن قانون و پارلمانی که از نظارت نمی کند از بالای قانونهایی که قبول می کند. همه در یک جایه. شما وایسین اودینایف به همین سال چی نظر دارید؟ مرحمت.
تقریبا اون همه چیز فکر کنم که معلم با نظر را ذکر کردن، یعنی واقعا هم باز هم به عدالتی، باز هم به قانونی، باز هم ما در این دور متاسفانه ندیدیم که یگام غیر از شهروند عادی، یگام نمیدونم رئیس یا اینکه یگام باز هم یگام وکیل یا اینکه یگام نماینده حکومت به جوابگری کشیده شود. چون که بیاید یک چیز روشن‌تر بگیم، هر چیزی بگیم یا نگیم این تعلق به کل حکومت دارد. چون که امروز دیده می شود تمام ساختارها در کشور غیر رسمی کار میکنند. یعنی قانون یک چیز میگه، کنستیتوسیا یک چیز میگه، قانونگذاری یک چیز میگه، ولی متاسفانه کارگر عادی هازی ما برای رئیساش کو دست نمیزنیم، گپ هم نمیزنیم، با نزدیکان آنها حرف نمیزنیم. فقط با یک کسی که ملیسه است یا اینکه یک سرباز عادی است و با او ببینید فرمان از یک رئیس خود شده است، کمی از او بازم یک زینه شاید بالاتر، که تو رب اون چطوری که ذکر کرده ابلا و مردم، یعنی باز هم با چی راه و واسطه هست نیست، با تو یک چیزی که سبز داده شده است، چه خیلی که میخوایی رفته با مردم همون خیلی رفتار کو. و ما در طول این 10 سال چون 15 سال تجربه تلخ و گوناگون داریم که چگونه ابلاها حتی به حالتهای رساندگی هستند که انسان ها را معیوب کردگی هستند، شکنجه های بیرحم کردگی هستند و به همین مثال خیلی زیاد است. یعنی ما بیشتر باید سوال ها را به نظر می رسد به همون وزارت های بالا و وزارت هایی که باز هم تعلق به همین مردم دارد، به دولتداری دارد. چون که دیگر دیده می شود که اگم اداره جدی در دولت نیست. یعنی امروز هر کشور که ذکر کردیم، هر کس که چی کاری خواست از نام حکومت، از نام وزارت کار داخلی، از نام نمیدونم چی وزارتی هست نیست، امروز میروند داخلانه بار دیگر ذکر میکنیم، رفتار میکنن. تشکر. و ما باید سوالات حکومت هم پاسخ دهد که چرا اینجوری است. تشکر. و حالا میخوام توجه شما رو به یک سوال دیگر جلب کنم. ماه سپتامبر سال روان وقتی پرزیدنت تاجیکستان با آلمان رفته بود، جوانان مخالف اعتراض کردند و به ماشین پرزیدنت با تخم زدند. این عمل خشم حکومت را برانگیخت و مقامات در تاجیکستان در حال معرکه تعقیب بازداشت پدر و مادر و برادر و خواهران آنها را شروع کردند و تنبیهش دادند. محترم آینال بابا نظر و در این حالت هم باید پدر و مادر جوابگوی رفتار عمل فرزند باشند؟ نظرتون چی است؟ من میخوام که اول یک چیز دیگر رو قید کنم. هست حقوق انسان که حکومت باید وی را تامین کند. هست عهده‌داری های شهروند. شهروند هم باید عهده‌داری خود را اجرا کند اگر حکومت حقوق وی را پایمال نکند. این یک. دوم آن چیزی که شما مثال آوردید، یعنی با تخم زدن، این یک چیزی عادی است. مثلا برای اروپا، برای مثلا آسیا، برای تمام دنیا یک چیزی عادی است. وقتی که بوش رو با کالوش زدند و در صحبتاش پرسیدند که شما خود را چه حس کردید، و گفت که من فقط یک چیز رو میدونم که همون رزمیر همون پای افضل 42 بوده است. بینید که یک شوخی بود. مثلا در دیگر حتی دولت‌های همسایه این چیزا تست روی میدید. عموما این چیزی نیست که برای این شده مثلا پدر و مادر رو فشار بیارند. حالا که پدر و مادر و باز من میگویم که هر گونه حتی جنایت هم کرده باشد فرزندش و یگان موافق قانون‌های خود تاجیکستان و جوابگر نیست. جوابگری این شخصی است، رفتار شخصی انسان است. برای همین از این هیچ ساختن در کار نبود. این یک چیزی عادی است، یک چیزی معمولی است. اما سردارای ناتو را همین خیل کردن، امریکا را، از بسیار دولت‌ها را، این چیزهای عادی است. از هیچ چیز یک پرابلم ساختن در کار نیست. تشکر. محترم ویسی نادینه، شما در این اعتراضات شرکت داشتید و به نزدیکان شما هم ظاهرا مقامات مراجعت کردند. وقتی برای کار شما مثلا مادر رو آزار میدن یا یک نزدیکتون رو، خود را چگونه احساس میکنید؟ مرحبا. من کوتاه ذکر میکنم که متاسفانه دیگر یگان نزدیکی هم نموند که آنها دیگر به آنها یگان کاری کرده توانند. چون که
چنین تجربه را ما از سال خطون اکنون 2013 داریم. از سال 2013 ما را خانواده‌مون زود خبر میگرفتن و تقریبا 14 روز مادر بزرگ ما را بیمونه سال 2014 خطون اکنم آخرای 2014 تقریبا 2 هفته پای در پای خبرش میگیرن. در 14 روز میآیند باز هم همون نفرو میبینن که دیگر کمپیرم از دنیا گذشته است، خدا رحمتشان کنم. بعدا بابیم هم همین گونه از بالینسه از بیمارخانه از اپراسیون و از بین داشتن برآمدن به شهر نو دعوت شدند. باز هم ساعت‌های طولانی پرسپاس کردند. بعد یک چند روز خدا رحمتی بابیم هم گذشت. خب دیگر مادرم هم که دیگر در کشور نیست، شکر خدا حالا در جای امنن، در نزدیک خودم هستند. دیگر کسی را از نزدیکترین خیلی بگیم نزدیک نمونده است و یارم خود را خوب میدونم. و درباره برادرمون هم میدونید که تقریبا اینا 8 سال میشود که مدرکی از برادر، یعنی دیگر چی کنم؟ من در جای ویارم میشیدم هم سوال میدونم دیگر باید پسر چی کنیم دیگه، همه کاری که میخواستیم این که کردیم. خب مثالی که شما آوردید غیر سیاسی یک مثال آوردگی هستید در مومین آباد. بله، پدر برای پسر جلب پسر به ارتش شکنجه شد. ببینید این فرهنگی که متاسفانه در کشور ما از طرف مقامات میبینیم یک فرهنگ جدید نیست، یک فرهنگی است که تقریبا 20 سال هست در کشور به عمل است. در عمل استفاده میبرند. باز هم مقامات، باز هم وزارت کارهای داخلی و امنیت از اون جمله چگونه او را استفاده میبرند. متاسفانه در زیاد حالتها چی فعالان سیاسی، حقوقی، روزنامه‌نگاران وقتی که چنین تهدیدها میشوند، چنین شکنجه ها به خانواده آنها میشود، آنها نمیتوانند یا اینکه نمیگویند به سببی که همین چیز زیاد نشود، یعنی همین پرسپاس با تکرار نشود. به همین خاطر زیادی از نفرهای من میشناسم حتی در اروپا هستند که حتی بعد چنین حالتهایی که نمین یگان تظاهرات میشود. ببینید یک نقطه خیلی مهم است. فرض کردیم اگر در تظاهرات 100 نفر آمدگی باشد، ببینید 2000 یا 3000-4000 نفر هم در اروپا باشد، همش تقریبا نوبت به نوبت خانواده‌هاشون نزدیکانشون خبر میگیرن یا اینکه تکلیف میکنن یا اینکه باز هم چطور که ذکر کردیم شکنجه میکنن. ولی ببینید نه تنها فعالان سیاسی در یک چنین مشکلی قرار دارند، بلکه تمام قشر جامعه متاسفانه در یک چنین مشکلی قرار دارند. دیگر با این مقامات فرقی نمیگذارد. فرض کردیم در کدام حالت. تشکر. و حالا میخوام به توجه شما و به بینندگان گرامی رسانم که به این سوالها میبایست مقامات مسئول حکومتی تایسان نیز پاسخ میدادند و موقع خود و رفتار خود را شرح میدادند، ولی راضی نشدند در این برنامه شرکت کنند و حاضر نشدند که بیایند و پاسخ دهند. واقعا همکاران ما در دوشنبه از چند رهگذر پرسیدند که آیا پدر و مادر جوابگوی رفتار و عمل فرزند بوده میتوانند و پاسخهای جالبی گرفتند که همراه با هم میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحمت. هر کس برای خودش کار که هر کس خودش جا میته. من یک گناه کنم خودم جا میتم. تا چه من خیلی فکر میکنم که فرزند من بعید رفت، فرزند من چه بهتری کرد، چه بهتری کار کرد، برای چی کرد، فکر میکنه. فکر намикан. Каждый должен сам отвечать за свои поступки. هم پدر و مادر، هم جمعیت، هم مکتب، هم معارف، هم جمعیت باید که درباره تربیت فرزند جوابگر باشند. Ну, родители, наверное, большую роль играют в воспитании людей, в формировании детского мировоззрения. Вот. Но после 18 лет влияет также и окружение, наверное, человека. То есть нельзя сказать, что вся ответственность перекладывается на родителей. Да? До 18 лет могут привлекаться, но после уже сам человек должен нести ответственность за свои действия. تشکر به همکارانم که این صحبت را در گزارگاه‌های دوشنبه انجام دادند و برای ما فرستادند. و محترم آیین حال با نظر و اندیشه‌های شما درباره نظر مردم چی است که حالا صحبت داشتن؟ خیلی ما دیدیم که اکثریت جوانان گفتن که مثلا تا سنی بلاغت رسیدن
نابالغ باشد اونها میتوانند برای تربیت فرزند جوابگر باشند. اما وقتی که آنها به بلاغت رسیدن هر یک نفر خود باید جواب دهد. یک چیز دیگر است اینجا که حتی به نزدیکی من یک کس گفت که اومد که معلمه من از شما میخوام مصلحت پرسم، بسیاری ها مراجعت میکنن میگه که من میخوام اویله دار شوم، میگن که از کمیسریت حربی یک مکتوب بیار که اونها راضی هستند. یا اینکه وقتی که ایرپورت جوانان رو نمیمونن رفتن، حالا آنکه در قانون اساسی ما عبور کردن سرحد، جای انتخابی مثلا جای زیست، این حقوق فردی انسان است. هر انسان این حقوق را دارد و قانون اساسی این را حتما مستحکم کرده است. اما همین قانون خود ایران کرده می شود. ببینید که حتی در بعضی ناحیه ها میگویند که من زنگ زدن گفتن که برقمان را کشتن، میگن که اول پسرتون رو از روسیه گرفته بیاید بعد برق میدیم. این به عقل سالم درست نمیآید این کارها. وقتی به عقل سالم درست نمیآید کی باید پاسخ دهد به این مسئله؟ جوابگر کی است؟ گپ است که باید یک سیاستی دولتی حکومتی خوب باشند در اینجا، چون که این به آبرو کردن حکومت است. از این در تمام دنیا میخندن از این کار. بنابراین هم حکومت باید یک برنامه های داشته باشد که حکومت، یکم پارلمان، امبودسمن، حتما تشکیلات های غیر دولتی، ژورنالیست ها، واسطه اخبار، یعنی که همه در یک جایگی باید یک برنامه های باشد که خیلی که امروز یک برنامه از فراغ صوبی دانایی کتاب است، خیلی چیزی خوب است. من باوری دارم که اگر در یک جایگی همین چی شود، پیش از همه برای اینها حکومت باید مسئولیت حکومت است. حکومت میتواند مثلا تشکیلات های غیر دولتی را استفاده برد. این تشکیلات های غیر دولتی میتواند که کمک کنند برای تربیه مثلا جوانان. امروز چون که یک دوره شد که جوانان به تربیه موندن، ممکن تأثیری تا یک درجه تأثیری جنگ هم بود، اما جنگ خیلی علاقه سالهای زیاد گذشت. ما میتوانستیم که یک قانون قبول کنیم که همون راههای حلی همین مسئله رو پیدا کنیم. این مشکل نیست، فقط همین متخصصای خوب رو دعوت کردن در کار که بسیارتر همین واسطه‌های اخبار رو استفاده برند. تشکر. وایسدین اودینایف، نظر شما به این سالها و پاسخهای ساکنان چه است؟ با من خیلی جالب گفتن و خوشحال هم شدم راستی که مردم خوشبختانه در چنین نظر هستند. نظر زمانوی است، نظر قانونی است و باید یک چنین باشد و یک دیگر قانونی باید همین باشد. یعنی هر یک انسان باید جوابگر خود باشد، اول خصوص اگر او 18 بالا کرد و ایره همه یک انسانی که کمی به عقل دوست است او را دیگر قبول میکنند. ولی متاسفانه یک چند مثال میاریم. زریم موسیوا ای از کشور ما کم ترک دو یک مادر یک بلاگر که از چچنستان می باشد یک چند پیش بازداشت شد و زندانی شد. به همین مثال ما میتوانیم یک مثال دیگر بیاریم. عبدالرحمن نالنو یک بلاگر جوان تاجیک که در آلمان قرار دارد. ببینید یک سال فعالیت کرد نکرد، نواراش به جای رسید، مادرش به جوابگری کشیدن و مادرش زندانی کردن. برای چی؟ سوال در میان میاد. میگویم روی روز میگویم تو نتوانستی پسر خود رو تربیت کرده. ببخشید کی همین یعنی دم دادگاه کیا ششته بودن؟ کی قانونا را می نویسد؟ کی قانونا را قبول میکند؟ کی امضا میکند در اون؟ خود از خود خجالت نمیکشید؟ ببخشید این خود چی است آخه؟ امروز اگر ما با مردا کار گرفتید، مردا را زندان کردید، شکنجه کردید، کشتید، زیادی ها را ببینید، باز هم از امو مومین آباد پدر بیچاره را زدن، میگن که خود غلطیدی. یا چنین غلطیدن ها چند تا شد در کشور. ببخشید ما 100 تا تجربه داریم که با ملیسا دعوت میکنید، ای دویم یا اینکه یکم بینو میغلطن تمام مردن یا اینکه معیوب شدن و میگید که ما در اینجا دستی نداریم. تشکر. و محترم میبخشید یک چی من سال گذشته یک نواری عجایب بود. در انگلیا یک نفر
چند نفر مادرها یک جایی شدن. حکومت انگلیا به آنها پروژه کلان داد. اونهایی که بچه‌هاشون به سوریه رفته بودن با همون دولت اسلامی یک جایی شدن و آنها میگشتن، پسرای آنها برگشتن، اینها را حبس نکردن، برعکس گفتن که گویید که به پسراتون که این کاری نادرست است، رفته آدم کشی کردن و همین اخیراً یک تحلیل خوب هم شد که همون بچه‌های بسیار از اونجا برگشتن. یعنی که ببینید که پدر و مادر را برعکس دولت با کمک آنها فرزندان آنها را نه اینکه برای فشار، برای تعقیب، برای زدن و کفتن، بلکه برای مساعدت یک جایه. من باوری دارم که بچه‌های تاجیک اگر ضرور شوند اونها تیارن که کشور خود را محافظت کنند، اما امروز شرایط مجبور میکند که اونها کشور را ترک کنند، گریزن روند، چون که اویله را خوراندن در کار. پیوسته به همین پاسخی که شما دادین. مرحمت یک مثال اجازه باشد بخشید. ببینید متاسفانه هم یک طرز شکنجه دیگر است، کسی شاید ندونه. یک طرز شکنجه از طرف مقامات این است که زیاد وقت دیده می شود که فرض کردیم به مانند اوانگارد ما میدونیم بعضا فعالان هستند، یا اینکه به مانند در عموم کسانی که به حد زیاد به طرفداری از حکومت میکنند و فعال هم هستند در شبکه‌های گوناگون. ببینید با آنها اجازه می شود که رفته به خانواده فعالان در آمده بدون اجازت نوار برداری کرده شود، در پیش زن و فرزندان آنها، بزرگسالان آنها 6 تا نوار برداری کنند، گپای قبیح گویند، با او بیچاره را مجبور میکنند که تا یگام درخت رفته نمیدونم باز هم نفر سوم یا چهارم که در بیرون از کشور قرار دارد اون نزدیکانش تهمت کند، یگام باز هم یگام تحقیر کند، مجبور میکنند که پدر پسر را تحقیر کند، مادر پسر را تحقیر کند. این حوزه ملیساش نیست، این حوزه یگام مقامدار نیست، یگام حکومتدار نیست. متاسفانه یک آخی شخصیت انسان هم چون اینها را گفتن قین از دشوار است، به هر حال یک آدم عادی است. تشکر. یک چنین اجازه خود دارد. تشکر. محترم این حال بابا ناظر و حالا یک سوال دیگر به شما. فرزند اگر فرزند شما خدا نکند قانون شکنی کند و مقامات شما را تعقیب کند چیکار میکنید؟ من گپ درباره شخصا اگر من رود حتما مبارزه میبرم، حتما تا اون درجه که چخیل که نگاه کنید وقتی که مرغ چخیل فرزندان خود را محافظت میکند. این طبیعت است. طبیعت مادر پدر این حتما برای چی یک قانون بین الخلقی است که پدر مادر حقوق دارند درباره فرزند خود معلومات ندهند. این حقوقی که تاجیکستان هم تصویب کرده است، این حقوق فردی انسانی است که از بالای مثلا نزدیکان خود شما میتوانید خاموش شوید نگویید. حتی برای همین حتما مبارزه میبرم، تا جان دارم مبارزه میبرم برای فرزندم، نه اینکه برای فرزندم، برای همسایه هم اونایی که به من مراجعت میکنند. مثلا افسوس که همه چی از دستم نمی بیاید، اما تا یک درجه معلومات حقوقی میدهم، کمک میکنم که یک عرضه نویسم مثلا به پول به آنها، چون که بسیار از قشر بسیار آسیب دیده هستند، زندگیشون بسیار مشکل هستند. حتما به نظرم شما به سوال ما پاسخ ندادید. یعنی سوال ما این است که اگر فرزند شما خدا نکند مثلا در خارجه بود ولی یک عملی کرد و مقامات اون را بازداشت کردند و آمدند و شما را تعقیب کردند، شما در این حالت چیکار میکنید؟ من گفتم که مبارزه میبرم. همه شکلایی که قانون اجازه داده است، مثلا قانون اگر ما ببینیم قانون تاجیکستان اساساً قانون بد نیست، اما اجرایشش نیست. مثلا من میتوانم با واسطه اخبار، من میتوانم راهپیمایی کنم، من میتوانم میتینگ کنم، من میتوانم به نزد همون اداره که حقوق مرا پسر مرا یا مرا ویران کرده است اونجا گرسنگی اعلام کنم. یعنی که همه اون چیزایی که قانون اجازت میدهد، این قانونهای تاجیکستان دارد این چیزها را، همین مکانیزم را استفاده میبرم. دیگر مثلا تشکر. بله تشکر. محترم مدینایف، اگر فرزند شما در روسیه در مهاجرت است و برای او شده شما را به اداره ملیسا دعوت کنند چیکار میکنید؟ برای مثال
худ ро ки мешиносам хеле қин аст гуфтан ки ман дар ӯ ҳолат чӣ кор мекунам агар дар дохил бошам. бубинед мутаассифона як чиза бояд зикр кард ки воқеан ҳамон касое ки берун аз кишвар ҳастанд каме ба онҳо осон ҳаст, на чандон осон. барои мисолҳоро мо дар ҳамин барнома овардем ки барои чӣ осон нест, ҳатто барои касое ки берун аз кишвар ҳастанд фаъолият доштан ё фаъолият кардан ва ин сабабҳош худ шумо медонед. вале агар ман дар дохил мешудам тавре ки муаллима зикр кардан, ҳадақал як муборизаи қонунӣ, муборизае ки дар ҳамуҷа ба ҳамон имконот, ба ҳама маҳдудият ки дар миён ҳаст ва ҳама ӯро медонем, ҳеҷ не аз ҳамон институтҳо ё ин ки аз ҳамон мадрасаҳои ҳуқуқӣ ки мавҷуд аст дар кишвар, аз онҳо истифода мебурдам. онҳо кам нестанд, ҳарчанде ки шояд чишон на он қадар хуб бошад, таваҷҷӯҳшон на он қадар хуб бошад, онҳоро ҳам ки дигар зери тарсу боз як бубинед ҳар мисоле ки навем дар он мисол мутаассифона ҳам мушкиле аст. имрӯз чиара мо мадрасаҳои ҳуқуқӣ, корхонаҳое ки фарз кардем барои ҳамон ҳуқуқи инсон шаҳрвандон ягон кӯмакҳои ҳуқуқӣ бояд кунанд, мутаассифона онҳоро ҳам зери назорати мақомот ҳастанд ва аз ҳад зиёд ҳарфи иҷозат надоранд иброз кунанд ё ин ки ягон амале дошта бошанд ки бидуни боз ҳам иҷозати худи мақомот аст. ин бисёр як нуқтаи ҷолиб аст. ба ҳамин хотир дар ин ҳолат намедонам чӣ хел мубориза мебарем, вале ба ҳар ҳол ягон вокуниш мекардем. ташаккур. ман мехоҳам як чӣ камакат. марҳамат. мумкин савол шавад ки барои чӣ фақат барои фарзандатон мубориза мебаред? имрӯз ин хеле воқеаҳо бисёр аст, хомӯш ҳастед. гап дар сари он аст ки мардум инқадар тарс дорад ва бовар кунед, ман боварӣ дорам ки ҳатто писараша мезананд, мекӯбанд, чанд вайҳош онҳо розӣ намешаванд ки боз аз ин бадтар нашавад. و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما با یک سوال مراجعت میکنم که راه حل این مسئله و این مسئله چی بوده میتواند؟ یعنی چی پیشنهاد دارید شما برای حل همین مسئله؟ و خواهش میکنم خیلی کوتاه. مرحمت معلمه با نظر و از شما شروع میکنیم. من کوتاه میگویم یک اصلاحاتی حقوقی هم در وزارت دفاع، هم در پروکراتوری جمهوری، هم در سود عالی یک بسیار یک اصلاحاتی جدی گذراندن در کار. راه حل مسئله همین است. چون این پیشنهادها زیاد شده است و همه فکر میکنن راه حل مسئله همین است، ولی اصلاح نمیشوند، هیچ بهبودی نیست. وقت جدی نیست. مثلا وقتی که ما میگوییم که باید خدمت آلترناتیوی شود، این بسیار چیزی خوب بود، یا که خدمت یک سال شود یا که 18 ماه شود، اینا چیزی خوب هستند و اونهایی که مثلا کار میکنن در آلترناتیوی معاش اونها، یعنی که سیستم کانترکتی شود، معاش گیرن اونها، من باوری دارم که بچه‌ها از اینجا گریخته نمیروند. این سوال، این چیزهای کنکریتی است. کردن ممکن است. وایسیدین اودینایف، نظر شما چی است؟ مرحمت. را با پیشنهاد معلمه طرفدار و راضی هستم. ما کوتاه درجه میگم که یگانه راه حل چطوری که در همین برنامه نو در آخرش ذکر کردید معلمه گرامی، ترس. باید دمون ترس شکست. باید ببینید امروز بالای وایسیدین، بالای کدام فعال دیگر، بالای یگان دیگر نفران امروز متاسفانه بالای مردم و ملت یک وبای آمده است که وبای بی‌حقوقی، بی‌عدالتی، نابرابری. به همین خاطر همه او را تنها یک چیز نجات داده میتواند، خود شما و ترس شما. اگر که خود شما ترس شکسته توانید، انشاءالله که امید دارم از خدا که این همه پشت سر میشوند و ما ایرا همچون یک خوبی بیزه و بسیار بد در یاد میاریم یکون وقتی. بله و تشکر. و همینجا بینندگان گرامی به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما آیین حال بابانظر و حقوقدان و مدیر سازمان اجتماعی پرسپکتیو پلوس از داخل کشور و وایسیدین اودینایف، حامی حقوق انسان در اروپا. و بینندگان گرامی سپاس از شما برای همراهی. لطفاً نظر و اندیشه خود را دریغ ندارید و زیر برنامه بنویسید. و من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش میبرم تا دیدار در برنامه‌های دیگر.